دوستان عزیز السلام علیکم. قرار داریم در سر زمینی که من نهالستان کرده ایستادم و ما امروز زمین توزیع کرده ایستادیم. این زمین چندین سال بود پر از غومه، پر از اجر غلف بود و حوض ما توزیع کرده ایستادیم. جفت میکنیم و کارگرها میچینن مخالطه‌هاشون. جفت میکنیم میچینن، چیزی میکنیم میچینن، مولا میکنیم میچینن. در نتیجه اینقدر اینجا اومد. این همش اجر غلاف بینید، غومه اجر غلاف و این چونین در وای طرف زمینی زمکل منور ایستاده ایم. بچه‌ها کار کرده ایستادن. در این کار وقتی بسیار میرود، مبلغ بسیار میرود، لیکن زمین آماده کار میشود. این با ما چی میتید؟ این با ما اون میتید که زمین توزیع میشود. چوبخش رو کمتر میکنیم، کارکردش رو کمتر میکنیم، زمین پرو میریزیم، زمین سرحوصیل میشود. ما اینجا قلمچه انگور میشنونیم. حاضر قلمچه انگور رو نشون میتیم به شما چقدر آوردیم. این قلمچه های انگوری ما میباشد. ما داخل آب کردیم، 2 روز است در داخل آب است، آب کشته ایستاده است. و ارکین پهلوان، ارکین سلام علیکم. مامونده کار ارکین پهلوان تیار کرده ایستاده است. قلمچه ها رو برای شناندن. ما زیر کلونکا میزنیم اینها رو، نوکش رو تیز میکنیم و زیر کلونکا میزنیم تا نشون میتیم. بعد زیر کلونکا زدن تا این سبز و نهال انگور بسیار شود و نهال ارزان شود. اینجا یک 10,000 دانه اینجا هست و 10,000 دیگر داخلی خلطه ها است. انا خلاصی گپ کار در اوج است. کاری بهاری هم کار کرده ایستادیم، هم راحت میکنیم. بس اندازش هم کار میکنیم، هم راحت میکنیم. انا باز در داخل آب میکنیم. اینا رو ما با فکرم که پگاه میشنونیم. امروز باشد زمین رو آماده میکنیم. کلونکا آورده هستیم، جویه میکشیم، بولش کلونکا میکشیم تا زیر کلونکا کلان شود و هرچی زودتر کلان شود. همدیاران عزیز، این است کارهای بهاری ما. با کارهای بهاری ما یک بها دید. اینقدر آدم رو ما آوردیم از قشلاق کارگر تا اینکه زمین ما از علف توزیع شود و حاصل خوب گیریم. همدیاران عزیز، در کانال خود باشد، لکه نقل شد باشد، لایک منو در سخن خودتون رو مدد نبرید.